سلام سلام، چطوره؟ خیلی خوش اومدید به ویژه برنامه سامر گیم فست. قراره با یکی دو تا بچه‌ها بریم این اسپشیال ایونت رو پوشش بدیم. پس بدون معطلی برو بریم. خب بچه خوش اومدید به ایونت سامر گیم فست. فقط یه نیم ساعتی 40 دقیقه شروع شده. ما داریم از عقب‌تر میبینیم ولی هیچ کدوممون هیچی ندیده. در کنار پارسا پازلی هستیم. سلام خوبه بچه؟ خوبه بچه؟ احمقانه. و یکی دیگه بچه ها ارشیاس بابا بوی. نمیخوای سلام کنی؟ مرد بگید بخوابید. ارشیا رو چند اونایی که بچه قدیمی هستن دیدن، یه چند تا ویدیو با هم دیگه رفتیم. و پارسا فاضلی که اصلا گیم و اینا نزده، گیمر نیست، ولی ارشیا گیم و اینا زیاد زده. خلاصه بریم آقا با هم دیگه شروع بکنیم. از اون 30 ثانیه‌ای که مونده شروع می‌کنیم. 6 ثانیه چی شد بزن. چو خب 10 ثانیه بود شد 20 ثانیه. صدا رو بذار من زیاد بکنم. جی بیتد. اوه موزیکو بریم 10 9. ولی این مثل چون سونی و ایکس باکس اینا نیست، من بعید میدونم آجی مثلا یو اولش بخوان خفن شروع کنن همینجوری ریختن رو هم آتاشقال. نمیدونم، فکر کنم الان همه هایپن آتاشقال دیدن، ما تازه باید منتظر بمونیم. چی شد؟ زر زدنی اینا هم هست. خدافظ. این جف کلیه بی پدر مادر همه جا هست، توی چیزم بود گیم آواردز با هم دیگه میدیدیم. چه خفن درست کردن. چی میبینید رو زمین اونجا پشتش چمنه، انگار چمنه رو دیواریه. آره سبودیه. ولی خفن تر از اینا من فورتنایت ندیده بودم. همیشه یه کاراکترش تیریدی بودن، دو تا تیریدی بودن. حاجی رو زمین نی، رو پشتشه. نگاه کن خطه رو میبینی؟ آره. میخواید ساب تایتل بزنم؟ ما که حواسمون نیست. خفه شو. دیگه داره میگه همه چیزا رو داره میخوان نشون بدن دیگه. میگه فرق نمیکنه پلتفرمتون چیه، پی سی هست و ایکس باکس و پلی استیشن و نینتندو سویچ و هیچ. اولین نفر فکر کنم کال آف دیوتی رو میخواد نشون بده. اولین گیم. یه امیدواریم یه گیمایی رو پیدا بکنید امروز که بذارید توی ویش لیستتون دیگه. حالا هر پلتفرمی که هست. ویش لیست من پره. گو خوردی. از اینجا که کلا گیم نزدم. فکر کنم اولیشون استریت فایتر آجی. ژاپنیه؟ نمیدونستم. میخوایم امروز بهتون نشون بدیم اون به صورت رسمی کاراکترهای جدید و کاراکترهای قدیمی اونایی که میخوام بیان تو بازی چیه دیگه. چون اون تریلر اولش خیلی گنده مونده نبود. اینا کم از هم یه چیزی ببینم. خوری امریکن سیروز بک. این یارو جدیده فکر کنم. این احمد یه اسکنش فورتنایت آمده. قلی این قاسمی هاچی پای مدل باش. بعد میدونی جالب چیه؟ اصلا مپاشو تغییر نمیدن. الان این یارو مپه هست، همین هواپیما اینا اینجاست. ما 4شو بازی کردیم میدیم همین شکلی بود. یه تغییر ریزم ندادن. نوستالژیشو گذاشته بمونه. اوه ایکس ری هم داره؟ ایکس ری نداشت قبلا. اینا چیه اینا برد میکنه؟ حاجی کیفیت پیکسلی قدیمیش الان بیا با این مقایسه کن. ولی فکر کنم زد قهرمان آمریکایی برگشته، شاید این تو 5ش نبوده چون 5شو بازی نکردم. از اینا که دکتر دیسرسپکت داره دیدی؟ ماششو میکنه. استریت فایتر 6
رو همه پلتفرم‌ها میاد غیر از سویچ. حاجی خدای کی الان میاد دیگه سویچ بخره؟ یارو باید بیاد یه کنسول جدید بده. همه کنسول جدید دادن این نه چی. چقدر صدا کم حاجی تو. یه گیم جدید میخوان نشون بدن. ورد پریمایر کل جهان دارن لایو میبینن ولی ما از عقب. فوکوس اینترتینمنت ساخته، همون که چیزو ساخته بود، تکنومنسر. تکنومنسر بازی نکردی؟ جالب به نظر میاد. فکر کنم الان میزن تکنومنسر 3. حاجی تو همین الان، آره دقیقاً همینو الان تو نگاه کن، یارو صورت حرف زدنش نسل 9 نیست. به نظر بازی با قشنگی میاد. یه گیم پلی نشون بده من میتونم بگم، ولی الان که فکر کنم این شایدم الین شبیه لفورد و اینا اصلا زامبی طوره. آره یا مثل چی بود این یارو اومده بود؟ اشنت تو ایکس باکس اومده بود زیر زمین از بالا نشون میداد، قرمز بود یه جوری. 3 نفر از بالا اورکای نوازی میکردن. اوه میگه اینا انسان نیستن، الینه. دیدی گفتم الینه. تابلوه دیگه. هیچ وقت دومیشو نفهمیدم چیه. الین ویس نمیدونم چی. هر گیمی که دوش مینیگان باشه من دوست دارم. بیا اولی مینیگانی مرد. ای بابا خودتی دیگه قشنگ انقدر کندی تو کالاف همش میمیری. عجب سگی بود دیدی؟ کلوزینگ امرجنسی زد در و بس رفت خودش. نمیدونم اونجا چی دیدم. پدر سگ. بیا اومدن سراغت. دیدی یارو رو چی کار کرده بود؟ جناخسینه زده بود بیرون. حاجی فکر کنم این یارو کنترلگر اینا بود. دیدی؟ دارک دیسنت گفت این نمیدونم چیه. دیدی گفتم این ایشنته 2023 مثل یه دونه گیم هم بود. ارشیا چی بود تو بازی فلش؟ یه دونه مثل سام ماجراجو بود، لباس قرمز دب 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 تیر میزد. امیدم بازی کرده بود. این اون هایست. میگه 2 سال پیش توی گیم آوارد یه گیم هم دادیم. اوه گیم پلی دکالیستو پروتکله. پشمو برو نشون بده ببینم رفته تو پاچمون یا نه. همون تریل قدیمی رو نشون ندن. اینو پیری اوردرش کردم پسرجون، پیش لیست نیست. سگ. گیم پلی کرافتون استودیوش جدیده. این که همون تریلر قبلی است ولی خودش گفت میخوایم گیم پلی نشون بده. الان یه اوزگره گذاشته. آره حاجی میگه تو اون سری قبلش هم همین نشون داد، من نفهمیدم. میگه نمیدونم به اون بیرون نگاه کن زیر این ماه مرده. یعنی منظورش چیه؟ یعنی مثلا اینا رو ماهن الان، سیاره ماهن. حاجی چقدر شخصیت هست شبیه ویل اسمیته. من حس میکنم یه بازیگره. تو وایکینگز هم یکی از شبیه اینه ولی گفت از فرانچایزای دد اسپیس هست، یعنی همون سازنده‌های دد اسپیس زدن. خیلی خفنه. نمیدونم این ویروس معلوم نیست چیه که باعث میشه اینا دوباره زنده بشن. این همون تریلر هست چی دوباره داریم میبینیم. پیستولش دیدی؟ قشنگ معلوم بود انگار این شارژیا بود که تاق یه دونه میزنی. لباساش هم حاجی عوض میشه اگه دقت کنید. یا مثلا اینجا اول بازیه لباس زندانی داره رو بیرون هم میرفت. این خیلی گیم قشنگه.
من خیلی دوست دارم واقعا، خیلی تو گیم پلی نشون نداد ازش. آره من شلوارم هم در نمیبردم پارسا، همه چی تو جیبم من. ای والله شورت زرد. آهان اینجا جدیده آجی. اوه قشنگ مثل دد اسپیسه. اوه نام 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 کثافت دهنش یامیاش کرد آجی. کاراکتر رو خورد. چه صحنه‌ای. شخص اصلی مرداش باز تمامه. این هم همون بود البته، یک کم اضافه داشت حاجی. این حال میده مثلا 2 نفره بری. آره سیو اوت دیوان ادیشن. این حاجی مفت 240 تومن من گرفتم. مفت $70 240 تومن. دلاره 3000 تومن. ببین یارو هم میگه خیلی گیمتون فوق العاده به نظر میرسه. آی پی جدید همین کالیستو منظورشه. اون یارو سمت راستش هم به یه ورشه. آره کوت با جردن حاجی. گلن سکوفیلد داره این یارو تشکر میکنی که کل این سالا مثلا مجری برنامه و اینا بوده. همش استودیوهای جدید و گیم های جدید و اینا رو معرفی کرده. Thank you. It's not about me, it's about you guys. Today is that you just brought a raw gameplay sequence. This game is in development. Tell us a bit about what are we going to see today? Yeah, we got a couple minutes of, like you said, like raw gameplay. It's 2 segments. آهان تازه داره حرف میزنه که گیمپلی نشون بدن. One is a med bay, another one is a power station, and you're going to see. داره قسمت ها رو میگه. New enemies, some انمی‌های جدیدی می‌دیدیم. می‌بینی تفنگ‌های جدیدی نشون میدن. آهان میگه یه موقعی که جو خارجه یعنی دیگه گرانشی نیست توی ماه، مثلا میخوای بری تو تفنگ رو ورداری و اینا. اسم کاراکتر اصلی هم جیکوبه. نگاه کن داره تکون میخوره بچه‌ها. میگه میخوام از تیم و اینام تشکر بکنم بخاطر همه کارهایی که کردن. اون پشت پسره. آره نه اون که خوراک آره نه نکست جنریشن هم از گیمه. مهر میاد دیگه. بریم فوتج رو ببینیم. اولین گیم پلی از کالیستو پروتوکول. اوه پشمام. این ولی حاجی خوراک PS5 این راحت برای ما یه کارت گرافیک جدید میخواد. ولی نورپردازیشو نگاه کنید، این هم مخصوصا پشتیگرانش Captured on Next Generation Hardware روی کارت گرافیکای Next Generation گذاشتنش. ولی هنوز گیمینگ دیولپمنته، یعنی این گرافیک آخرش نیست. زامبیا رو داره نشون میده، زدن ترکونده. یا علی یه جوری حاجی این زندانیا فکر کنم مثلا حالت موش آزمایشگاهی داشته. آره اینم حس میکنم موش آزمایشگاهی بوده ولی نرسیدن بهش، چون لباساشون رو میبینی این لباسش نارنجیه، پشتش هم یه چیز زده زامبی بود. ولی حاجی من یعنی دیوونه این گیم های دوم شخص اینجوری نگاه تیرش رو زده پشمام. قدرت فراسنگ که گفتش انمیا رو پول میکنه سمت خودش، حالت گراویتی. نگاه کن حاجی دستش کنده شد، استخوناش زده بیرون حاجی. انمی چاقالو با یا علی ببین داره تیکه ها رو نشون میده، میبینی تیکه رونش داره کنده میشه، گوشتای رو دستش. دوج داد حرام حاجی خیلی گاده. افکت ذره زدنش داره حالت. آره زده گیمینگ دیولپمنت دیگه. کالیستو کردیتس. آره ببین قبول دارم یارو پلی استیشن 5 انگار یارو یه چیزی انگار 30 FPS هرشیا میزد چوبه رو نمیدیدی خورد همینجوری میخورد. اینجا مثلا انگار افکتی هم نداره فقط میزد. آره پشمام لباسش عوض شده جی. اوه پاور استیشن قشنگ دد اسپیس دیگه. دد اسپیس هم میرفتی اینور برق وصل می‌کردی.
اوه دیدی چقدر اف پی اس رو گرفتش یا پرت کرد سمتش. تازه 60 فریم استریم برای شما که 30 فریمه. اوه پشمام خیلی خفنه. نگاه دیدی شد یک رفت اون تو چرخه گوش شد. اینا رو که پرت میکنه میشه فریم یک. حاجی یا علی حاجی چقدر پشریزون. ببین نزدیک شد دیدی مثلا نزدیک میشه دمیج خوری میای عقب این رفت تو. این بازی شوخی نداره. اکتبر هم که محیطش مثل چیزا متالا. آره برقور نارنجی و اینا بود مثل مادر بیس بود. گیم پلی شد. گیم پلی کال آف دیوتی مودرن وارفر 2 رو میخواد نشون بده. بخش که همه فندای کال آف دیوتی تبلیغاتشه. من فکر کنم روی چیز زدن. حاجی نگاه کن الان نگاه کن ایکس باکس چی کار کرده. میبینی اصلا اکتیویژن گرفت دادن دستش یارو داره قوقا میکنه. کشتی عکس گوست رو انداخته. آلهاندرو؟ من نه آلهاندرو میشناسم نه اون یکی. And of course Ghost. چه قیافی؟ چه بیانسه است؟ بیانسه نمیشناسم. میگه این تازه شروعه. این شما اینم مودرن وارفر 2. نگاه کن. واه برو بریم گیم پلیه. فرست گیم پلی دارک واتر یو اس اتلانتیک کوست لاین. اینجا آمریکاست هنوز به ایران نره. حاجی چقدر گرافیک بالاست. سوپو میگه ما واسه همه چی آماده ایم. مهندسه. آره واسه همه چی آماده ایم. امکان داره چیز باشه ترپ باشه. اوه گرپلر اینا که تو وارزونا پارسا میگیری. آره ببین موشن کپچرها رو نگاه کن دستشون تکون میخوره. میبینی فول بادی ها. حاجی صبح میشی. وای بکنم جای هر شخصیت تا بازی میکنی. آره دیگه مودرن وارفر 3 هم آخرش پرایس بودی. آره پشمام حاجی خیلی قشنگه. اوه ایزو دستشه پارسا. باف جدید داداش. حاجی ببین صادقانه بخوام بگم همون مودرن وارفر 1 فقط گرافیکش نکست جنریشنه. یعنی درم اینجا دیدی با چه انیمیشنی وا کرد که یکم گیر کرد. ستیره برسه ایم اسیست. ای والله نه برس نیست اون یارو برس. کمپر احمق. تو بودی پارسا. خفشو. این منم. یه جوری مثلا من اینجا دستاشو واقعا میذاشت. ولی ببین کنسولی پلی استیشن 5 بشینی با اون آردوش حالا من تجربه نکردم با اون بشینی گورد بگیره واسه 3-4 ساعت خوبه میدونی. ولی 1,800,000 شبیه فنک میمونگانه. شبیه فنک هست. ولی من ایزو رو چیدم همینه. یعنی خود ایزوه. بهت میدم ببین. ریلود کرد آره شبیه فنک میشه. چقدر فنکه. اوه چقدر زیاد شده تیم. تو مودرن وارفر تیم زیاد بوده ولی هیچ وقت آره تو مودرن وارفر 1 زدی هرشیا. نگاه یارو تو توالت زد. آره میگم اون اینجوری بود که مثلا قشنگ آروم را برن یا اینکه مثلا کال آف دیوتی قدیمی هم اینجوری میدویدن فقط. یادم نمیاد آروم بری همینجوری میرفت. یعنی این مثلا من یادم نیست. یعنی مثلا دارم میگم که این الان واقعا گیم پلیه یا سینماتیکیه. میدونی که کاراکترها توی جاهای متفاوت میشینن کاور و اینا میگیرن. میبینی چون هی ما به ماه یه نفرم تیر نمیزنه. مولوتوف امکان داره گذاشتهش رو ایزی دارن بازی چیز براش پارسا. نگاه 3x همونه. FAL ها پارسا فکر کنم. FAL فکر کنم نه اسکارله
خشابش اسکارل. ریلود اسکارل آخه بیشتر اوقات اصلا ارشیا همون مود وارفر 1 و ورشان کرا مود وارفر 2 نگاه کن مونت میکنه میبینی یعنی حاجی یعنی آها تخریب نیاوردید جدی اسلایدش هم همون بود آجی فقط گرافیک رفته بالا ماها که مثلا میخوایم وارزون 2 بزنیم که چیزه پارسا بگو کیلوه باریکلا کیلوه ولی انیمیشن دویدنش و اینا همیشه چیز فرق میکره کمپینش با مولتی پلیرش اسپانیایی هن گفت ایتالیایی هن پوتا گفت پوتا مدرسه کربرا استان اینا کمپ نگاه کن استان انداخت فلش انداخت خدایی واسه انمی معمولی فلش میندازی آجی چقدر تو ترایاردی شما نمیپیوندی من میگه یه انیمیشن واسش طراحی نکردم درست حسابی آره حالا این یکی پسره میگفت این همش دستاشون و اینا کپچر شده اول شخص گفت ترپه الان ترپه نگاه کن پارت کنترل کجا نمورد توی اون کشتی لعنتی اوه کشتی داره میره یه هرجست یه جایی توی اون کشتی هست یه سری برید اون کشتی رو چیز کنیم متوقف کنیم اوه دیدی چجوری اومد پایین دستکش داره آجیا دستکش نداشت سوخته بود دستش برو حرکت کن ببین ولی مشناشون خیلی شبیه همه من مثلا یادمه تو کال آف دیوتی گوست یه دونه مشن همینجوری زده بودیم روی ناو ارتش بود کج میشد اصلا اکثرا میشن شبیه بتلفیلد هم همین بود آره. ولی میدونی مثلا من یه چیز ندیدم که بگم آجی پشمان فرق کرده چون مدافع یکی یادتونه چقدر فرق کرده بود دیدی راننده پارسا فاضلی بود فکر کنم حالا چقدر چیز دارن از اینا که بیا دیدی گفتم مثل همون شد مثل کال آف دیوتی گوست داره میریزه کشتی کج داره میشه بعد میدونی الان میدونی مثلا اینجا که تکون داره انیمیشن اصلا نشون داد که اصلا داری سوار کنی یه جوریه ولی ببین کال آف دیوتی ارشیا یعنی آمریکایی‌ها میمیرن برای این پارسا فاضلیه صبح نیست کال آف دیوتی ولی خب اینا چیزی کنن یعنی ببین من اینجوری میگم یعنی آمریکایی‌ها بازی میکنن ما این باز مثلا یکم ناکم الان نه بلک اپس قبلیه رو زدم نه مودرن وارفیره نگاه مثلا کالیستو پروتکل رو دیدیم قبلیه خب من منظورم اینه که آقا یکم تغییر مثل این که رفت نزدیک اون چرخ دنده ترکید رفت تو این نگاه کن مثلا آره خب اون خوب بود دیگه میدونی با محیط آره دقیقاً اوکی بود ولی این مثلا نیست این حالا وای نمیسه جلوی یه دونه از این چیزا اینا نمیدونم اسمش چیه جلوی این آهنای وایسه ببینی مثلا لهش میکنه آره کانتینرها لهش میکنه احتمالاً میکنه حالا اگه چیز بود وارزون من میگم شاید مثلا هولت بده اینجوری مثلا انیمیشن خراب شد ولی من بعید میدونم مثلا دست بذاره روش یهو میدونی شاید اگه کاتسینی بشه آقا مثلا میدونی الان روی یه دونه از این کانتینرها مانت بکنه در حالی که مانت کرده باهاش لیز بخوره اوه یهو چی شد اینجا هم ولی مینی بازی هنوز رو چیزه یه آبریخ FPS شد 2 مربع با پلی استیشن دارم بازی میکنم بچه خیلی جالبه کال آف دیوتی آمریکاییه بعد مثلا اگه تو ایران بود میگفتن آقا حمایت ملی کنید چرا رفتید با ژاپنیا مثلا قرارداد بستید این هم که اون تریلرش نشون داد بعد اون وقت اینجا آمریکایی‌ها با ژاپنیا هستن مودرن وارفر 2 28 اکتبر 26 روز بعد کالیستو پروتکل ببین میره آبان پارسا فکر کنم آبان کاراشو می‌کنه به خانومم از ساحل سری پری با هلیکوپتر آوردنش اینجا
We saw the first gameplay. Thanks for that extended sequence. Looks incredible. Jeff, tell us a bit about that mission. خیلی خفن بود. جف میخواد در رابطه با این میشنی که ساختن توضیح بده. خیلی خوشحالیم که برگشتیم چون تیم اینفینیتی وارد دیگه این همون که الان ایپکس ساختن هرشیه. الان دقت کرده باشی وارزون هم یکم داره میره شبیه ایپکس میشه. بالونو وارزون همون کمپرا وجود داره. نه وارزون اینفینیتی وار رو وارزون کار نمیکنه، رو این کار کرده. امکان داره وارزون 2 اینا کار کنه. نه میگم مثلا یه ذره امکان داره ایده‌هاشون تو وارزون یکم آوردن دیگه. زیپ لاین آورد وسط مپ. آدمای جدید اومدن. کاماندر فیلیپ گریس جدیده مثلا اینکه Colonel Alejandro. It's a character we're really excited about. He's a guy who's super capable and a guy who's just as important as Task Force 141. But as far as the level's concerned, you know, this I got a shout out to ما یکم شاید چیز ببینیم ولی نه این تلویزیونه خره آجی خوراک زدن سینمایی دیگه فکر کنم. یه دونه اینا بزنید در اتاق داشت صبح بیدار میشید والپیپر ژاپنی میندازی تلویزیون شب کارهای دیگه باید میکرد بیشورو نفهمو نیاد کنم کنار خودش یه دونه داف میزش صبح بخیر خیلی سوزن چطوری؟ ما خیلی فنم نیست وقتشه یه گیم کلاسیک پی سی رو نشون بدن بعد 30 سال میگه من بعد 30 سال میخوام این گیم رو ببینم باش بزرگ شدم با این بازی مثلا که داره برمیگره این گیم کلاسیک آجی راستی یوبیسافت بازی داشت میمونه اینا تریلر چی شد؟ نمیدونم 30 years later فهمیدم این رو سگاه من بازی کردم یه مدل این خود اینو بازی نکردم یه مدل بازی کردم پرنس آف پرشیا بود اولین پرنس آف پرشیا بازی آرکید میمونه آره واسه سگا بودین چه چیز گادی آجی The Fight خیلی خفنه قبول داری؟ آره بازی آشناست قبلا مثل دیگه داشته من رو سگا بازی کردم اینو رون 1000 بازی سگا هست اونو رو پی سی خریده بودم با اون بازی میکردم فلش بک 2 اینو بازی کردم آره رو نینتندو سویچ هم میاد این یکی یه گیم امشب برای این فکر کنم توی یوپلی و اینا هم بود توی لانچر یوبیسافت گرفتم فلش بک 1 رو من بازی نکردم هرشیا گرفتم اون تفنگشو گرفتم کدوم میگی که اون خیلی نمرای پایین اون آورد و همه ناراضی بودن یه گیم الی اکسس دارک فانتزی میخواد نشون بده اول شخص هم هست میگه بهتون قول میدم که پشماتون میریزه بعد دیدن این حاجی چه چی مثل بایوشاکه حاجی خیلی وای فهمیدم این کدومه یه چیز بود انمن داشت نورک نمیدونم چی بایوشاک و دستنی و ایناست فکر کنم این همون هلفایر است که رد بازی کرده بود خیلی خفنه حاجی من یه بازی این خریده بودم هرشیا بابام سیدیشو زد به فاک داد شبیه دوم هم هست آره ببین من یه گیم اینو خریده بودم از دم خونمون بابام زد اونو به فاک داد نذاش بازی کنم چیز بود ولی صداش یه ذره چیزه افکت صدا میدونی مثل چی میمونه هرشیا اون که شما گفتید به من بازی کن تو امید رو پلی استیشن 2 همون که تو قطار اولش دیگه اسب و اینا داره جهنمیه یارو آها بازی جالبیه جناب خیلی قشنگه آجی من خیلی خوشم اومد خیلی احساس می‌کنم خشکه جو نداره ببین آره بازی رنگای بیرونی ببین من فرست پرسن حاجی انم بدن دستم بگن اینجوری بمال رو صورتت من میشینم بازی میکنم واقعا فرست پرسن خیلی دوست دارم اونم مخصوصا اینجوری حداقل یه موزیکی یا مثلا صدای بالا یه ذره طبیعی‌تر باشه یا علی تو ویچ تایر ویچ فایر الی اکسس رو ویش لیست ناو
کدوم لاست؟ ای بابا فقط رو اپیک گیمز. خب دیگه بابا ولمون کن آجی. با دلار واقعی. آره یه گیم جدید از یک استودیوی جدید اروپایی هم هست. از این گیم جدید که داره استریم جهانی میشه لذت ببرید. Fallen Leaf، برگی که داره سقوط میکنه. اوه 29 آنریل انجین 5. صدا شبیه دایم لایت و اینا یه جوریه. حاجی نگو رد فکشنه. حاجی رد فکشنه. روسیس شبیه چیز میمونه. ایرلاک. حاجی اگه بابا گفت سالی سرشیاد. حاجی ببین اگه رد فکشن باشه ببین فوق‌العاده است. اگه رد فکشن باشه ما مریخه به خدا رد فکشن. حاجی رد فکشنه پشمام. اوه حاجی 2 تا گیم خفن، یه دونه دکالیتسو یه دونه این. میگه اینجا نمیدونم چه اتفاقی افتاده. رد فکشن نیست. فورت سالیس ویشلیست آن استیم. برو بریم. حاجی چینی نوشته هرچیا زیر فورت لیست نها کن. چینی نوشته. میگه بچه خیلی جالبه که شما 2 نفر دارین روی گیم کار میکنین. من اینو نمیشناسم. کفشاشون میگه این کاراکترهایی که توی بازی ان کیان؟ آها این خود اون کاراکتر است. تروی بیکره که بگو تو دس استرندینگ گلدن ماسک تروی بیکر. این شخصیت اصلی بعدی که سم باش مبارزه میکنه. دیگه نمیتونیم بهتون نشون بدیم داریم روی چی کار میکنیم. بچه‌ها تیم و اینا خیلی بچه خفنی. میگه خیلی باحاله که شما توی یک گیم دیگه هم هستی، اونم توی اولین صحنه از بازی. صدا چقدر شبیه آرتور مورگانه. آره انگار واقعا تو غرب وحشیه. Give me that shotgun boy. I gotta ask, I think a lot of people will see this thing and they'll probably wonder, you know, it's a new team, right? تیمشون هم جدیده. Independent studio in Europe that's making this, but داره توی یه استودیو توی اروپا میسازیدی همچین گیمیو. چجوری تونستی با این قضیه کنار بیای؟ 2020 to me was the most impactful year for games. میگه 2020 یه سالی بود که مثلا خیلی جمع و جور بود واسه گیمایی که توش منتشر و اینا شد. هیچ گیمی نیومد دیگه به خاطر کرونا و اینا. Leveling the game, and he walked me through a very brief description of what the experience was going to be like. And in the very beginning, he said, "We want this to feel it's a tight thriller. We want it to feel like Dead Space." داره میگه ما موقعی که شروع کردیم به ساخت مثلا این بازی و اینا می‌خواستیم گیم یه جوری باشه که تو همون تریلر اول به شما حس دد اسپیس رو بده، ولی چرا به من حس رد فکشن رو داد؟ آخه هرچیه رد فکشن قشنگ مریخ رو نشون میداد نصفش سیاه، حالا بعد این بهت نشون میدم نصفش سیاه همیشه میزد رد فکشن، آرش توی مریخ بود. یعنی همه مریخ رو میبینن رد فکشن دیگه. آره این خیلی خفنه گیمش. فورت سالیس حس کنم باید هارر باشه. میگه میگردید جمع میکنید. میگه فقط یه تریلر خیلی جمع و جور بود، کلی لوکیشن های جدید داره، گفت کلی چیز داره، سیاره داره، فکر کنم گفت یونیورس های جدید و اینا. شاید توی کهکشان ولی مثلا مکانهای جدا امکان داره.
And اگه اونجوری باشه خیلی دوست دارم. Incredible. I got to give him a shout out to Nathaniel, our stunt coordinator, who walked us through and really approached this in a completely different way than anything I've ever done before. And he says, I want to know the story of this fight. And so Roger and I sat down. و شنبه ایکس باکس رسمی، یعنی فقط ایکس باکس فکر کنم اونجا نشون. And after an hour he comes to us and he goes, it was like a recovery program. It was 12 steps. And he walked us چون تایتل دیدر اسکروزش شیشو نشون دادن دیگه، چیز خاصی نشون ندادن. ایکس باکس هم ببین جمع میکنه، قول میدم. مثل اون بی‌ناموس نیست 10 سالی گیم اوور خورده ما بده 10 سال پیش اسکایریم زدیم، الان دوباره هوس کردم نشستم روی اسکایریم میزنم. میگه این کاری که داریم انجام میدیم مثل رقص میمونه، میتونید بهمون چیز کنید، اعتماد کنید. رقص هم این چیزو میگه، تانگو اینا که میگن به پارتنرت اعتماد کن دیگه. Well, next up, keeping up with the space theme, it's time to world premiere a very exciting new game which will feature a musical score by industry legend Mick Gordon. This one is going to grab you, and we are so honored to debut it. یه گیم جدید دوباره میخوان نشون بدن. حاجی گیم کوجیما هم امشب نشون میدن ها، حواستون باشه. پلی‌استیشن 1 بود اولشون. حاجی فکر کنم گیم کوجیماست. دوباره اسپیس نگو پرگمتاه. ببین اگه پرگمتا باشه من پشمام میریزه. حاجی گیم کوجیماه. حاجی به خدا گیم کوجیماه. وای من کوجیما رو میشناسم حاجی. اون ماهی و اون چرت و پرتایی که اول با بندناف نشون داد گیم کوجیماه. این استایل عرش، این استایل متال گیر سالیده. حاجی فکر کنم پرگمتاست. حاجی من نمیدونم چیه. من نمیدونم اینجا چه حاجی اگه پرگمتا باشه وای من خیلی منتظر پرگمتا. فقط آخه که جوریه اما من فضا رو نشون میده بعد انگار مثلا تو متروی. دقیقاً دیگه. حاجی تو رو خدا پرگمتا باشه. ارشد این لباسش مثل پرگمتاست. پرگمتا رو که دیدی؟ اوه چه مریضی مال کپکامه. آره اوه رباتا کل دنیا رو گرفتن. روتین گیم خفنی بود. خیلی لونار سافت‌ور گیم پس پشمام رایگان. روتین خیلی گیم قشنگی بود. خیلی گیم 3 تا گیم اسپیسی خیلی حال کردم. بذارم که لش کنم. خب یه مهمون خیلی خاص دارن بچه‌ها. الان کیانو ریز میاد. کثافت. میگه قبلا میگه جدیدن تو فورتنایت اومده. تو باشگاه هم هست. دومیه چه شده؟ آره یه دونه دور قشنگ همونجوری دوربینو گرفته که میاد جلو نگاه میکنه. الان واقعا حال دید دسته تا این گیم پلی فورتنایت پدرسک تو جزیره شه. میگه توی جزیره آهنیمم انرژی درینک زوا چرا پدرسگ داره تبلیغ میکنه. میگه زوا انرژی درینکی که توی بازی هم هست. خودشو میگه کثافت. میگه حاجی چشم رفت دیگه. خب تمومه. وقتی تو فورتنایت به عنوان ویزیتور نشون شدم پشمام ریخته بود. حاجی تو همه عرصه آمد. کشیگج، گیم، فیلم، تبلیغ. گفته اگه مردم از من بخوان رئیس جمهورم میشن. ای الله. من خودم میرم آمریکا رای میدم برمیگردم. داره در رابطه با اپیک گیمز حرف میزنه و اون تیمی که اونجا بودن مثلا واسه فورتنایت و اینا. میگه به زودی خیلی منو میشناسی. آها بلک آدام. حاجی ارشیا به خدا لو داد اسکول. مگه دیسی گفته ما بلک آدام داریم؟
داره میگه من جدیدن تو فیلم بلک آدام میخوام بازی بکنم. احمق داره لو میده. بلک آدام بکنم نه اصلا اومد تریلر و ایناش تو اینستا اینا نه تریلر و اینا تو چیز داره اینستا پر شد. من ندیدم. قبلا فکر کنم گفته بودن. بلک آدام چی کار داری؟ گیمو بگو داداش. داره میگه نمیتونید منتظر بمونید 20 اکتبر میخواد بلک آدام بیاد. چه حالی گیم بلک آدامه. چقدر بچه‌ها یادتونه اون موقع ما همش مهر میرفتیم مدرسه چقدر بازی میومد چقدر فیلم میومد ما همش بعد آبان بود می‌خواستیم همش امتحان بدیم. بدبخت بودیم ما اون موقع. به خودش در نوشابه انرژی زدن باز نکرده. گفت تو خیابون میبینمتون. بلک آدام داره. احمقا دیدی دستش که می‌خواست ببینه چیه. See the full trailer on نمیدونم کجا. New patch, new gear, new elements. New فلان هیلو Outriders. سرعتش نمیرسه. نیو فلان Outriders سگی بازی میکنه کثافت. برو گمشو. اختر شین. مینیگان من بازی میکنم. مسخره است بابا. اومد گیمش. رد 2 تا پارت رفت گفت این اشغال چیه؟ شخصیت شبیه سایلنت هیل بود. ببین خب من بخوام اینو بازی میکنم دستینی بازی میکنم دیگه. دستینی هم یکم بازی کردیم مارشو خیلی خفن. این بازیه محسن پسند داشتیم بدید عشق کنیم. مثلا کلا 20 تا پلیر دارن 10 تاشون آنلاین نیستن. حال میداد ولی خب یه مدت کوتاه. آره میدونی اینا کدوماست؟ اونا که مثلا یارو کف نیویورک با رفیقاش میرن اشغال شب میشینن تا صبح اوت رایدر میزنن. مثل همون رمنانت دیگه. رمنانت اشز بود. آره زدیم. اصلا اینا من به خاطر این خانم بازی میکنم آجی. The Improve. فکر می‌خوام بگی بازی نمی‌کنم. کالداین کالید. ولی احساس می‌کنم محیطش خیلی خالیانه. آره مثلا Brace for Impact. اگه عکس کاور این زنه رو بازی باشه هست. ای خود هست. یاد اون بازی شیطانی افتادم. تو استیم بود فری. به به. کاملش اومده پولی هرچیا. آره تو سویچ گیم نینتندو سویچ میخوادش اومده. من اگه نینتندو سویچ رو بخرم فقط به خاطر یه بازیه. به نظرتون به خاطر چه بازیه؟ انیمال کراس. نه همه یه گیم دیگه. ماریو نه یه گیم دیگه است. چقدر گیم داره میاد نینتندو سویچ؟ بابا یه گیمه. تو به هر کی بگی من میخوام نینتندو سویچ بخرم میگم به خاطر اون میخری. بگو انیمال کراسینگ. اصلا گیم بابا زلدا دیگه داداش. همه به خاطر زلدا میخرن ولی من به خاطر ددلی پرمونیشن 2 که میگن روش 10 FPS میگیری برای همین نمیخوام بگیرم. وقت ارزش بخواستم بگم فال گایز. آره بره این چه انیه. فال گای راستی فری شد؟ نه مونده گذشته. منم میام. چه کثافتیه واقعا این گیم. فقط این چیزی سرچیا والکری. آره این هدفون این 10 سریس 11 تومنه دیگه. آره سریزه. کور جیدی. کورج. چقدر این کثافت. من چشمامو شستم میشده بود. اینو من نمیشناختم. اینم نمیشناسم. ای روی. حالا حال اینجا رو هم بیارن. ایو what the fuck. وارگام شو. سوسیس. سلام سوسیس. سانسنج. اینا پشماشون ریخته آجی. به حاج خانوم هم تبدیل میشن دیدی؟ یعنی تریلر این زشتر نیده بودم. داشتی بازی دیگه بده The greatest game show stars you. اگه روز اول فری میکرد بهش میگفتم داشت چه خبر بود. سیزن یک فری فور آل. وای بازی رو فری کردیم. سیزن 1 میخوایم بریم دوباره از اول. بچه ها شروعی دوباره از اول شروع میکنیم. حافظه بچه حافظتون رو پاک کنید. برو یه گیم دیگه. یه گیم جدید. یه تیم لژندری افسانه‌ای. برو بریم. خیلی قراره کول باشه فکر کنم.
فراست جاینت استودیوز به هم میگه گیم گادیه حاجی. یه حسی به هم میگه گیم گادیه. وای آسمون و هرشیو اسکایریمی شفق دیگه. داری دنبال چه چیزی میگردی؟ بچه چقدر گیم آینده ای شده چون که دنیا به روی پایان است. کیفیت خیلی شبیه فاینال فانتزی نیست. فاینال فانتزی خیلی بیشتره. ببین خیلی خفن بود. ببین ارشیا میدونی من به چی میگم آجی؟ یارو نمیاد یه دونه گیم نشون بده مثلا مثل اسکایریم یارو اسب داره میدوه دارن دنبالشو کنن نیزه پرت کنن. من دیوونه این گیم هم آجی. چی آخه؟ باید خفن باشه. بذار من گیم پلی ببینم. خوشم نمیاد. میگه شاید یه چیزی توی اینه. اوه زنه داره میره تو. آها یه حالت چیزه دارن حالت همین چیزه. آره باری کلا رو این باستانینه دارن. او تیکاش هم شد بهش داد. یکم مثل فروسپوکنه. مارس نیزه بزن. ایچی بیا زامبی آزاد کردی داش. من نگه زامبی اومد. آره الان میمیره. با سپر به جنگ باش. چیز کولیه. یه سپر تفنگ نه. بیا مینیگان دوباره. احساس کنم یه جوریه. ببین یکم کارتونیه گرافیکش. خب حس میکنم هرچیه گیمش دو بعدیه. بله بیشتر دیگه گیم سیبیسا مونده فقط با کاراکتر زن. اینقدر این گیم فوق العاده است میخوام لخ فردا برم بیرون. شورتمو در میارم اون رو جای حساس عکس این گیمه رو میذارم با شورت زرد. الان میاره بیرون. چقدر آدم اومد. این چیه آخه؟ خوشم نمیاد. استورم گیت رجیستر فور ثبت نام کنید تازه واسه بتا سال 2023 پلیستی چی؟ پلی استورم گیت دات کام. ارشی شاید مثل دوتا و ایناست. شاید میدونی این بچه چیز نیست. با اون گرافیکی که من اونجا دیدم استراتژیک گیمه. شرط میبندم با تاجی. امکانش هم هست. میگه در رابطه با این برندینگ گیمی که استراتژیک مثلا این دور میگه مثل فقط لشکرکشی کنی بری. ببین آخه مثل استارکرافت نوشته. دیدی گفت شما از بلیزارد اومدید بازی استارکرافت و اینا تصمیم گرفتین که این گیمو بسازید. بلیزارد اومدن اینا کجا اومدن؟ بتل نت مخراج شدن یا خودشون رفتن بیرون بخاطر اون کثافت کاری‌ها. باز شرکت اکتیویژن. میگه این دروازه و اینا رو درست کردیم که مثلا این شیطانا از یه دنیای دیگه مثلا میان داخل این دنیا. ژانر RTS نمیدونم چیه RTS ولی هرچی از آخرش استراتژیکه. آنریل انجین هم دارن میسازن. میگه میخواید گیم پلی بمونشون بدید این امسال. میگه خیلی میخوایم صادقانه باشیم با پلیرها بهشون بگیم که واقعا چی میخوان مثلا تجربه بکنن. فری تو پلی بازی. یعنی میگه مثل سایبرپانک نباشی. CD Projekt کمپین هم داره. 3 تا پلیر داره میتونید کوآپ بازی کنی با دوستاتون. کامپتیتیو مولتی پلیر هم داره. 1v1 هم داره. اوکی.
اشیا تو از همین الان به وان وی وان دعوت میکنم. آره 2 سال دیگه. مثل دراگون ایج اینا بود. آره. ببین بعد این سرچ کن استارکرافت ببین چه شکلیه. دیدی استراتژیک بالا. داداش کنار من نشستی. من بهت میگم قبلش این چیه. یعنی من خودم به شخصه اینو نمیزنم. من میرم میشینم وارهمر میزنم. وارهمر نزدی؟ نه اما دیدم گیم پلیشو. خب بذار بازی بعدی. یه گیم ایندی. های واتر اسم بازیه. های واتر آب داغ یا آب بالا. بابا این چیه زهر؟ Hello welcome to the channel. رفت و ایناست. Welcome to the channel guys. We are a new studio from India. گرافیکا چیه؟ یه بازی بود من قبلا تو چنلم گوش شدم میرفتم قواسی میکردم همونه. دمداگ استودیو. اسمش یادم نی. حاجی کاراکترم هندیه. آهنگ قشنگی. دنیا زیر آب اشکیا. رول کن. میگم فکر کنم مثل اون رفت و ایناست دیگه. نه بابا ایندیه حاجی 2-3 نفر ساختن. یارو نگاه کن. ببین بعضیا دیوونه این گیمان. گیما از همین هست دیگه. استوری تیلینگ و دیسکاورینگ. 3-4 نفر بیکار تو شب بشین بری ها. خب بیکاری میشی دست استرندینگ میزنی نه اینو. نه دیگه واسه 3-4 نفری بودنش میگم. ولی یه دونه گیم عین همین داره میاد. بچه‌ها امیدوارم امشب گیم پلیشو نشون بدن. اسمش چی بود خدایی نمیدونم. سامر چی خیلی گیم خفنی. گیمیه که لیمو اینا دارن میسازن. های واتر کامینگ 2022. اگه توی گیم پس بیاد فقط دانلودش کنم. یارو میگه عجب تریلر نفسگیری. در رابطه با دنیای دورمون صحبت میکنیم. آخ ریپلیسد. یه تریلر جدید درست کردن حاجی ببینیم حاجی وا. ببین یه دونه تریلر از این دادن بعد گفتن تا 2023 تأخیر خورده. من گفتم داش 4 تا پیکسل داری میچسبونی بغل هم. امریکن این اومده تو چیز توی گیم پس فکر کنم یا میخواد بیاد. یا واسه زندگیتون بدوید توی این بازی. اول ریپلیست بعد اون اول ریپلیست بعد اون یا دوتاش با هم. دماغ نداره. ای کاش تو این دنیا زندگی میکردی پارسا. افشا پدر بزرگ من یک رویا داشت. فکر کنم اینا سی بوده. آره یا ایناست که شهر رو اینا میسازیم. آره میگه یه شهر اینجا که ما میخواستیم شهر به واقعیت تبدیل بشه. هر کدوم از مردم عادی میتونن از این زندگیشون لذت ببرن. وای حاجی این گیما آخر دنیاست. چه خفن شد. چقدر خفنه حاجی. حاجی خیلی خفنه پشمو. من فکر کردم هرچی مثلا این گیم آنلاینه از این. آخه زنه گفت هر هفته 24 ساعت میشین بازی میکنید. گفت شاید مثلا این رول پلیه. خیلی خفن بود. نگه دیدی ابالش رد میشد پسره. خیلی خفنه این بازیش. Coming soon to PC and console wishlist now. خیلی خفن بود گیمش. من اینو دوست داشتم بازی میکنم. چرا تو ساحل وایسادی؟ ساحلای ورمز افتاده. بالاخره یه آپدیت اومد واسه این بازی. چه بازیه؟ یا آپدیت گرفتیم در رابطه با ریپلیسد؟
کوکاکولا استادیو. او دد آیلنده. دد آیلنده. همون تریلر. چرا اینجوری شده گرافیکش؟ باربیه داداش؟ نه اون نیست فکر نکنم. ولی شبیه اون فکر کنم. ارشا اینه اون درستش کردن کثافتا. آره که دقیقا زامبی و اینا می اومده. دیدی همون کارو کرد ارشیا. آره گود سیمولیتر کثافت. آجی گود سیمولیتر ارشیا عجب دهن سرویس ها. یعنی اینا گود سیمولیتر از قصدی کارو کرده که مسخره کنه استدیو اینا رو. حاجی فکر کنم 12-13 سال پیش بود تریلرش اومد. من دانلود کردم این بازی تو تبلتم داشتم اینقدر نگاه میکردم. ببین پارسا چند سال پیش خیلی سال پیش بعد پاش رفت رو خون بچه اینجا پاش رفت رو چیز بوز. خیلی بد بود این حاجی تریلره. ببین از فوش بدتر بود واسه اینا. گود سیمولیتر 3 دهنتو سرویس. یه گیم داشت میومد پارسا. خب گیم زامبی بود یا ببین تریلرش عین همین بود فقط به جای بوزا زامبیا میپردن همدیگه رو میخوردن. این یارو حواسش نبود. بعد یارو بیشتر آره داشت راه میرفت بعد پاش رفت رو میخوردن. مارول میمسن بازی موبایله. استودیو آجی این بغلیه چیه شبیه روح سوار میمونه. این بچه‌ها موتوره بود. این بچه‌ها از این گیم‌های کوآپه که میاد روی گیم پس ایناست که از بالا نشون میده یکم. یعنی چهارم شخص استراتژیک نیست. باشه فقط یه شخصیت. نه ایناست که از بالا نشون میده. بهت قول میدم. بلید هست، تیغ هست، ایکس من هست، گوست رایدره. این گوست رایدر با ماشین. ای والله بهت قول میدم همونه. سب حالا گیم پلی نشون. او توکی من عاشق شرکت توکی ام. هیچی نشون ندم ولی من بهت قول میدم همونه داداش. ونوم کله میخورم لس میزنه. این کیه که ونوم آره از دستش فرار میکنه؟ دسپرافت هرشی برو سبزه. میگه خودتو چیز کن تسلیم کن. اوه عجب خانوم مصری باستانیه. شبیه اون کاراکتر چیز هست استار وارز بود. آره گفت بیا فرزندم مادر به تو رو اذیت نمیکنه. اوه شاخ در آورد. دیدید بچه‌ها اسپایدرمن چرا غیبه آره مرزه تو ماستا مگن کاوکی چرا زرد شدی؟ و همشو زرد شدن یو. چه دقیقا آخ جون بابایی بازی برام بخر. عاشق این بازی هم. دکتر استرنج بود. یکی دروازه با کرد. دکتر استرنج نیاره. آدم بده حمله کردن. اوه آنگه ونوم الان پشتش میاد. اینه ونوم؟ نه بابا آخه شاخ در آورد. ونومو بچو برگشتم روشن. هالک جالب بود. 7 اکتبر بخریم بازی کنیم بچه‌ها. دیدی گفتم دکتر استرنج داداش من میشناسم. دیفندرز اسکین ارشیا به خدا دوتا دو رو انداختن آجی. میگه روت حساب میکنم دوست قدیمی. میدونی برای چی گفت؟ ونومو اینجوری گرفت دیگه. زنگ زد. آره گفت چرا این سری نشد. دفعه قبل جواب داده. کاپد 3 نفره. من کاپد بازی نکردم. بازی نکردم. امید بازی کرد. اگه خاک بر سرت. من بهش گفتم خفه شو. چرا فقط واسه این کنسول میاد؟ PS4 ایکس باکس وان GOG.com هم که PC. PS5 چی به؟ PS5 چی؟ حاجی ببین چقدر GOG.com خفن شده که بوره بابای گاگ حاجی. شلا رو بازی چیه؟
people are not going to be ready for how amazing this looks. And the backgrounds and what you guys have done. I feel like you've amped up, obviously, the gameplay. It's difficult, as we would expect, but the visual look, you guys have taken it even to the next level, which I didn't think was possible. Yeah, we absolutely did. I couldn't pinpoint one thing that we're proud of in this because we really honed our پاس بده گیم پلی فکر کنم میخوان نشون بدن این گیمه. ای الله لیوان بازی پیو 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 چه؟ ارشیا گیم شیطانیه بدیه. دقیقاً پارسا کجا فهمیدی؟ ببین نسخه کرکیه اینو بازیو که بگیری خب موزیک بازی برعکس شده و اینطوری میکنه You are a filthy thief میخنده میگه توی دزد نجسی. حالا تو الدن رینگ موقعی که کرکی میگرفتی یه دونه هست فینگر خب انگشته به جای انگشت فاکه. ببین چیکار میکنن دهن سرویس ها حاجی خیلی گیمه ترسناکه. ببین ترسناکه ولی میبینی یه حالت قدیمی طور داره. خیلی این گیمش خفنه. من همیشه با موسه دوست داشتیم بزنیم ولی اون موقع چیز نداشتیم. ناکود شد. ناکود شد دیگه. Cuphead The Delicious Last Course برای PS5 نمیاد. نه نسل قبله. DLCه فکر میکنی هرشیا بیا 2 نفره با هم دیگه بازی کنیم. بیا 2 نفره بازی کنیم بهت میگم. هر وقت تخفیف خورد بهت میگم 2 نفره بازی کنیم. ای والا داش گیف کن برام. خب نه خیلی نسخه ترسناک که شما میدید کرکی میریزیم آهنگ برعکس. تموم شد. فردا نتفلیکس اپیک استور تبیکا گیم. خب نتفلیکس اوه شنبه است یا یک شنبه بچه‌ها. ببین این شوکیس فوق العاده است. گیم پس و این داستان. نایو حاجی نایو گفت یا نیر گفت یه چیزی که شما رو به بهشت میبره. What the fuck is this bullshit؟ گذاشتم وسط بهشت داشت. وارد بهشت شدم. دریا سفید شد. نیان این گیم خوشم انیمیشنش باحاله. کاراکترش باحاله ولی نوع بازی اگه یه تفنگ میداد دستت میزدی شاید دوست داشتم دیگه. داشت گیم داره رو نینتندو سویچ میاد توقع چی داری؟ من حاجی خودم اینو همیشه میگم خب مخصوصا تو ایران کسی که میره ببین اوکی من مثلا نینتندو سویچ میگیرم میشینم فلان گیمو میزنم خب زلا میزنم داشت چرا بری 9 میلیون پول بدی وقتی با 40 میلیون میتونی بشینی رو پی سی بزنیش؟ تازه داره بهت 30 FPS میده نینتندو سویچ تو داری رو پی سی 60 FPS 50 FPS میگیری. هیچ کاری هم به چه میدونم این که اصلا داشت من هیچ کاری به این که کرکه و اینا ندارم. اگه خیلی وجدانت ناراضیه برو توی سایت نینتندو سویچ بازی $60 بخر بشین رو پی سی بازی کن. مسخره است آخه. اینو آجی میدنایت فایت مبارزه های نیمه شب جالبه. اسمش جالب بود. هامبل گیم developed by Jake ای گوه به قبرت بباره. گوه این چیه؟ کثافت برعکس اسمش شد. آجی چرا؟ اکثر رو بازیه چی دیگه بود؟ میدنایت شت. واقعا اینجور بازی ها رو پی سی الان بازی کنیم واقعا. ببین نه ارشیا ببین بستگی به گیمش داره. خب این فقط فایت دادش مثل چی پدرو میمونه میزنی میری خب. ولی بعضی گیم ها مثل این هست اسمش چی بود خدایا The Brandled چی ساگا یه همچین چیزایی The Brandled ساگا. ببین اون اصلا انقدر داستانش خفن بود. یا مثلا هیتمن گو توم ریدر گو اینا تو رو گوشی جالبه. ولی گیم گوشی نگاه کن مثلا نوشته از کسایی که کد چیزو زدن مثلا زده کد جنریشنمون این بوده مثلا وایس اکتورمون این بوده. نگاه کن
فکر کاور بازی این باشه بازی زهرمار. یه گیم هست هادلاین میامی. میخندی؟ همین الان دموشو میتونی تو استیم بازی بکنید. وارفریم. فاک یو. What if all your games were in one place؟ همه بازیاتون توی یه جا باشه. اگه تمام گیم‌های استودیو خفنی که شنیدید تو همش بیاد تو یه جا، تو بهترین تلویزیون گیمینگ، تلویزیونه. همه سامسونگا این تلویزیون فکر کنم بچه‌ها کلاود خوب داره، کلاود دیگه داداش. Built right now in your TV with 5G اینترنت. آره استارت پلینگ میره بازی میکنی. ای والا داداش، بدون دانلود، بدون حافظه. ولی تو نمیدونی ما کجا زندگی میکنیم داداش. I'm from Iran. I'm from فرض کن اینا تو ایران میخری مثلا با اینترنت قرار چیز کنه، یه ساعت تو لودینگ مثلا داره در حال چیز میکنه. آره I am from Mongolia. این چه گیمی هاجی؟ گیمای کپکامو داره نشون میده. استریت فایتر دوباره. خاک تو سرت کپکام، چقدر دیگه میخوای پول در بیاری؟ رزیدنت ایول 4 ریمیک داری میدی، گیمای آرکید رو ریمستر کردی ریختی تو هم. کثافت. یاد بازی فرات بیار شو عشق ماریو. ماریو چه کثافتیه خدا. تمای واچین اینو تو موبایل هم من نمیریزم آجی، چی میرسه به کنسول نیندندو سویچ. این بازی بی‌نظیره. دیدی لویجی لویجی ماریو لویجی. این هر چیه پشت میز. My name is Carl and I'm the developer. قدیمه منه. قدیمه مهلا ندارم، مو ندارم. حاجی چه گیماییه؟ اصلا چرا اینجوریه؟ هل رایزینگه؟ اوکی. دمو. That one was Metal Hellsinger coming later this year from Funcom, a rhythm shooter with metal music. یهو باشم 4-5 تا ان فقط نشون دادن. یه دکالیست پروتکل خوب بود. بعدی فردا لانچ میشه بازیه. آها دکواریه دیگه. دکواری شب فکر کنم باید چیزش اومده باشه دانلود کنم. ببینیم یه چیز نشون بده ببینیم چجوریه بازیش. لانچ تریلرش خیلی دیگه میگه خانواده مهمترین چیز توی زندگیه. But if your whole family, you know, like every last one of them decided to jump down the bottom of a well and they're all just hanging on the end of a rope. جمله وین دیزل تو فست اند فیوریوس بود. You pull on that rope and you're just gonna fall right down at the bottom of the well with the rest of them. And what's the point of that? گفت اگه یه نفر از Welcome to Query. ببین موزیکای مافیایی، ببین وقتی گیمر شد دست تو کی میفته قوقا میکنه. مافیا 4 من ندیدم ولی ببین But hunting season has just begun. مثل بچه چیز میمونه پیچ اشتباه. 911? Who says 911? دیدی گفت به کی زنگ بزنم، گفت 911. گفت احمق 91 چیه؟ همه میگن 911. همه مثل پلیس خدا. اینجا یه حیوانی هست بین تمام ما. این یه داستانه یه روحه. مثلا دورم جمع شدن داشتم تعریف میکردم. The Query. The Query. The Query.
جون 10 فردا میاد بازی. نایتینگیل حاجی زره اسکایریمه که اسم زره اسکایریمه. وقتی چه یک نگاه به شما بدیم مثل که قبلا تو کانادا نشونش دادن ولی یکم با عمق‌تر میخوایم بهتون نشون بدیم. اینم از این. سلام. You're alone in the realms, I'm afraid. The portals are a mess. Portal? Not even sure if Nightingale made it. Oh, Astra Syndicate. Given how fragile you humans are. آره یا علی مدد. حاجی دفارست 2 به نظر نشون میدن تو این چند روز. Should be your priority. If the portal arch is inactive, you'll need to make realm cards from rare resources. میگه اگه این پورتال باعث بشه که تو بری به دنیای متفاوت بتونی مثلا اکتیوشون بکنی با اون چیزایی که اونجا پیدا کردی به کجا میرسی چه آیتمای ریری پیدا میکنی یا رفته زمان عصر. اینو نگاه کن. میگه منتظر باش با اون تبری که دستته. گیم جالبیه بچه‌ها. آره بد نیست. آنلاین بخوای بزنی قشنگ اگه آنلاین باشه. کرافت ریلم کاردز کاردا رو میسازی میذاری لا هم پورتال باز میشه. گیم قشنگه راست میگه اگه چند نفره باشه. influence your destination به دنبال اون مقصدی که میخوای بری بگردی. build life in the چی builds توی حیات وحش یه دنیای جدید بساز زندگی جدید بساز. چند نفرن هرچی فکر کنم چند نفره است بازی. بس یه نفره حال نمیده واقعا اینو بخوای بازی کنی. یا علی Nightingale wishlist and sign up at playnightingale.com Unreal Engine Inflection Games Level Infinite. هیچ جا ننوشتش. Level Infinite. سینتس رو دوست دارم بازی کنم. سینتس رو باحاله اگه گوه نزنن مثل اون نسخه جهنمی. شما تنها گیمی که زمان نسخه جهنمیش بود. خیلی شد. سینتس رو چی بود؟ هل رایزینگ بود اسمش؟ اون چیزایی فکر کنم آره. برو ببینیم. سینتس رو باحاله. آره منو یاد گیم‌های موبایل میندازه. ولی باز نگاه کن گرافیک نسل نوعی نیست. آره خب میگم اونقدر اصلا چیز نمیکنه. آره این چیزا فقط ولی باحاله. یا علی آلت تناسلی. آره تو نسخه قبلی چم بود. البته تو اونا رو بازی تو فقط جهنمی رو بازی کردی. آره خوراک این بچه 13-14 ساله است برن رول پلی کنن. شما بازداشتی بخوابی به زمین. مثلا این لباسا بپوشن برن همه رو بخوشن. آره همه رو بکشن. یارو کونلا قاطع. نگاه کن یارو خودشو درست کرد. یه رم کلاه اومد رو سرش دیدی؟ میتونی خودت باشی یا یکی دیگه. ومپایر اون قیافه راکو بذاری. آره مولتی پلیره این اصلش مولتی پلیر حال میده نه ولی قشنگ منو یاد تریلر بازی گانگستر وگاس اندروید انداخت. من مولتی پلیر ندارم. دماغو دیدی کدوم بی پدری اونو میسازه؟ من بابا زنه رو نهیدی مگه زش. اسپانیول. من ببین حقیقتا بخوام بگم من واسه همچین گیمی پول نمیدم. یعنی مثلا من آره گیمش اونقدر واقعا نیست مثل چیز فقط فیری اصلا کلا پشمام. ببین این خود سینتس رو نبودا. سینتس رو باس پلاس چی بود
حاجی گفت همین الان دانلود کن. فکر کنم اینجوریه که مثلا با هم دیگه فایل کنم. خیلی جالب بود. دانلود کن فردا صبح بازی کنی. آره معلومه چه شیتیه. این همونه پارسا فاضلی وارهمر، ولی این وارهمر اونی که من به تو میگم نیست. ببین ما یه وارهمر بازی کردیم سوم شخص بود، اینم یه وارهمرش فرق میکنه، حالت اول شخص ایناست. لول اینفینیت ساخته دوباره، دمشون گرم. گروه جدید اینو نگاه کن یا علی. حاجی دختره رو نگاه کن، اون پسر دختره چیه اون اینجا چه فت شارک. وارهمر چک جنگ چیا میشه؟ چکشا؟ خیلی زنه خفن. مینیگان حاجی فکر کنم مولتی پلیر این هرشیا. ببین اگه اینم دقیقا هم مثل عجب گیم خری هرشیا. برو بریم حاجی. بهت قول میدم اینا نازی هن حاجی، بهت قول میدم هرشیا. همش معلومه قیافاشون شبیه نازی هست، مدل موهاشون آلمانیه. خیلی گیم. میبینی هر کدوم هم یه ابیلیتی خاص دارن. اینو پارسا پازلی برداره حاجی. پیو 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 پیو. اینم تو برداره شو. این زنه منم. این خندی؟ چیز خنداری گفتم. از که پارسا پازلی تانک میده مثلا بیاد انمیو تانک کنه همه همون میبینی. خیلی گیم گادیه. ببینی یکی هیچی، حالا من باید 3 ساعت بابا این دست منه تیر بسره من مردم. خیلی قشنگه بازیش. وارهمره 40,000 دارک تاید. پری اوردر ناو 13 سپتامبر آبان میشه. آخرای آبان یا آخرای میگه قبلا بلیرویچ ساختن. بلیرویچ بازی عالی. تو کلا رو آنریل انجین 5 ساختنش. برمیگردی به دنیای لیرز آف فیر. پشمام your fears will return. ترسات برمیگردن. فکر کنم ادامه همونا هم چون اونم نقاشی میرفت یه هدف کامل تر میشد. من یه کوچولو بازی کردم، اونم ویدیو کردمش. ولی آخه میدونی بازی لیزافیه، تو میدونی هیچ اتفاقی اونقدر برات نمیفته نمیترسی. اتفاقات تو صدا و محیط و ایناست. یهو در بسته میشه، یهو یه چی میفته. Fierce ترسا. They say it's a tale of sadness and guilt of an artist trapped in a place beyond redemption. میگه گفتن که این یه جور 1000 توییت یه همچین مانندی میمونه که یه آرتیستی که نمیدونم معشوقش داستان شده اینجا ترپ شده. میگه و این از بدشانسی من بودم که مجبورم این داستان رو تعریف کنم. تمام زجرکشی ها، هیچ راه دیگه ای نیست. Prepare for near experience. دقیقا یه جوره میسم قبلیات. آره ولی گرافیکش بالاست. Made in Unreal Engine 5. موزیکش قشنگه. گفت نمیدونم انگار یه آدم تو خالی نمیتونه زندگی بکنه. نمیتونه چیشی. ببین برای من خیلی ترسناک نیست اینه. میگه من توی این جنازه اینجا قفل و زنجیر شدم و حالا مثل سایلنت هیل میمونه. آره وقتشه که آزاد بشم. Layers of Fear Early Access add to your wish list. فقط هم نسل 9. یعنی نباشه.
This October, Gotham Knights arrives. Batman is dead, and it's up to the Batman family. یه دونه گاتام نایتس ببینیم. من خیلی شنیده بودم فنای دی سی اعصابشون خورد شد، گفتن این ان چیه دادی؟ اصلا رد هود اینجوری نیست، فلان اینجوری نیست. رابین نبود تو اون تریلری که من دیدم. بتگرل هم کم بود. کثافت بهتر از تو نبود. انگشت چپشو نگاه. نه، انگشت چپشو نگاه کن میفهمی چیه. انگشت چپشو نگاه. انگشت اشاره دست چپشو نگاه. خیلی خوش اومدید بچه‌ها به شرکت دیسی. امروز خواستم شما رو معرفی کنم به بازی یه بازی میگیره گاتام نایتس. نایت وینگز. من هیچی نداشتم توی این شهرم. این شهر تبدیل شده به خونه من. مردم خانواده منه. گاتام همه چیزو به من داد. لایق اینه که احساس امنیت بکنه. کثافت رو نگاه کن. تیرش تموم نمیشه. من خودم اگه نوادی کنم نایت وینگز رو برمیدارم، یا نایت وینگز یا بتگر. فقط چی؟ بتود. آلمانی زده آجیه. الان میبینی ریتودو مثلا چیزش میکنم یا حالت مثلا چه اضافه و مثلا بری بیه خرید. نه ببین یکی از بدیاش اینه از نظر من که میتونی، من دوست ندارم این گیمایی که قیافه شخصیت عوض میشه. یعنی من اگه نایت وینگ رو بازی کنم شاید زره هامو عوض کنم ولی چهره ای عوضش نمیکنم. بعضیا خب دوست دارن دیگه. مثلا من دوست دارم یارو خودش بهم لباس بده. بروس وین مرده. اولش گفت بتمن نیست. باید برینی تو این گیم. نایت وینگز وسط همشونه. من همیشه کسی انتخاب میکنم که هرچه میدونی فرمانده است. تو ریتود انتخاب کردی که ببینید کی اومده. توی تاریکی حرکت میکنه. اوه ناتی داگ، مال ناتی داگ. پارس فاضلی دست بزن، کف بزن، پاشو ملق بزن. پارس بردن شدی کف بزنی یا نه؟ زدم میبینی چه هیکلی داره بچه‌ها. هیکل ترتمیزی داره. First of all, it is a big month actually for Last of Us fans because میگه این ماه خیلی ماه خفنی واسه لاست آف اس، واسه فن لاست آف اس. 2 تا ان میاد از لاست آف اس امسال. خیلی سخته که باورش بکنیم. خب ببینید همه میدونیم دیگه لاست آف اس یک ریمیک با لاست آف اس چی بود این یارو؟ مولتی پلییر. And it's just been kind of amazing. Like Last of Us Part 2. Last of Us Part 2 امسال بیشتر 10 میلیون نسخه فروخت. میگه خیلی ممنونیم از فنامون. سواس باتری. میگه خیلی ممنونیم از فنامون که رفتن گیم و ظرفیت 3 و هکی خریدن، خودشون رو فن لاست آف اس میدونن. حتی به خودشون زور ندادن برن گیم اورجینال بخرن از مغازه. بعد زیر کامنت های اینستاگرام در رابطه با لاست آف اس دعوا میکنن. یه کار بعدی اونه که میخوایم بریم توی تلگرام اکان هکی فروش ها رو بزنیم لهشون بکنیم. هر اسم لاست آف اس دیدیم پاک کنیم. یارو رفته 50,000 تومان اکان هکی لاست آف اس خریده. لاست آف اس بهترین گیم روی زمینه. But what I can tell you, مولتی پلیر. یارو میگه واو چی دیدی مگه؟ آرت دیزاین دیگه. واو. The way we're telling that story is very unique to this game. It's got a brand new cast of characters. It takes place. کاراکترهای جدید اومدن. محیطش اگه واقعی باشه ناب کن چه پر کمپه. آره. چی فکر کنم بترالش مثل دیزی باشه. Anthony Newman and Joe Pantoliano. تایش بترالش 10 نفر است.
قراره خیلی چیزای بیشتری ببینید که نکست جن هم هست، یعنی روی PS4 اینا فکر کنم نمیاد، ولی از اونجایی که این سونی اینجوریه رو PS4 میده. مولتی پلیرشه دیگه. میگه خیلی چیز خاصی خیلی منتظرم که بهتون نشون بدم. یه هر روز داریم توی اینستاگرام میبینیم دارن کوچیک بوده اندازه تلویزیون نساخته بود. میگه هر روز داریم توی چیز نشون میدید توی اینستاگرام میبینیم که داریم قسمت‌های جدیدی از لاست آف اس رو میسازید واسه فیلمش، سریالش. بعد میدونی خیلی جالبه حاجی، سونی همیشه پولای گنده میده دیگه. خب اومده رفته رو HBO Max، یکی از خفن ترین شبکه هاست دیگه. یعنی مثلا من یادم بابا موقع پول داده بود گرفته بود تو ماهواره، فلش رو میزدی پشت ماهواره، کارتی بود، کارت میزدی میتونستی HBO رو نگاه بکنی. اون موقع میشه وایکینگز رو نگاه میکرد تو HBO. بعد اون وقت اینا رفتن هیلو رو نمیدونم رو چه سرویسی دادن، رو نتفلیکس هم ندادن حتی. من میخواستم دانلود کنم، پدرم در اومده بود، رفتم فیلمو دیدم. سایت ها یا روش نوشته بود ان بود گو بود. اوه یا پارسا اولین نگاه حاجی اصلا شبیه الی نیست. ببین پدرو پاسکالو دوست دارم و این دختر خوشم نمیاد اصلا. ببین تمام ذهنیاتمو نسبت به الی ریده توش. چیه خب آخه نگاه کن حاجی، بچه پیشونیش تا قم میره. چیه این؟ یکم مو میکاشید براش. نه دماغش شبیه الیه نه لبش شبیه الیه. تنها چیزی که شبیه الیه چونه مره. میگه این یکی از خفن‌ترین و فوق‌العاده ترین ساخته شده های از گیمه. یعنی مثلا یه فیلمی رو رو گیم ساختم. من خودم خفن ترین چیزی که رو گیم ها ساختن دیدن اساسینز کرید بود برام. خیلی قشنگ بود، دوست داشتم. من فن دیوونه اساسینز کرید. آها هیچ چی دیگه نمیخواد نشون بده بچه‌ها. گو همین شما درخواستتون چیه؟ من فقط درخواست صاحب دارم. الیه Oh, what's up, guys? Oh, hello. وایس اکتور هلی اومد. Troy's back again. Hello. I know. Oh, hi. Good to see you. چه چیزی داری پارسا فاضلی؟ قیافش ناکو چقدر شبیه الیه؟ تروی بیکر هم دوباره اومد. این زن آینده من. چیه بابا شبیه بقیه پول خوش. اسکو شیکمشو نگاه کن، شیکم داره. احمق زن داره، میگم زن داره. بچه داره. پارسا این کدوم به دردش میخوره؟ همونی که بازی گرفت واسه گاتام نایت. بچه‌ها یه چیز جالب نگاه میکنید میبینید چقدر تیپاشون ساده قشنگ. ببین الان مثلا نگاه میکنی یارو رو، خب مثلا میبینی چرمه نمیدونم پوست ماره 60 میلیون پولشه. ببین نگاه کن چپیه رو، یه کفش ساده، شلوار مثلا همین شلواری که من میپوشم، چین 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 پایینم ریخته رو شلوار. این یکی کت شلوار یه پیراهن ساده کتونی. بعد اون وقت تو ایران خشک پایین شلوار پاچه تا بغل، پسر موه پاشو زده. خوبی دایی بچه ها گفتم بریزن شو بابا. نگاه کن میبینید چقدر ساده. دختره رو نگاه کن پاچه‌شو تا زده با دست. They're so perfect and we've been trying to یه دونه چیز بگو. that feeling of sort of I kill every last one of them. It's like شبیه الی هست بچه. لبش شبیه الیه. نمیدونم شوخی کردم. پس هنوز امیدی هست. احمد خود سرچ کن. I love the story. I بچه ها مثل اینکه خودش الی هم این خانومه هم توی چیزه
بخش فیلمسازیه. میگه من هر قسمتشو دوست دارم. کله حاجی چرا خودشو نذاشتن به عنوان الی؟ چون بزرگه، خیلی بزرگه. شاید سریال دوشو خودشو بردارن. ای کاش دوبله بکنن صدای دختره رو صدای الی بذارن. دوست دارم اینجوری. میگه شما دارین یه گیم اورجینال ریمیک میکنید. خیلی داستانه، دارن ریمیک میکنن یکیشو دیگه. میگه دوست داریم یه جوری بسازیمش که خیلی نزدیکتر باشه به اون اورجینال ورژن لاست آف اس 2 و میخوایم روی پی سی هم بدیمش. لاست آف اس 1 پارت 1 ریمیک یا فقط رو پی سی؟ ناتی داگ حاجی ریمیک رو پی سی؟ کپچرد آن پلی استیشن 5 حاجی لاست آف اس 1 ریمیک. پشمام. تمومه. آن 2022 چند ماه دیگه میاد. نه بچه فکر کنم ریمیک نیست، فقط رو پی سیه. درست میگم دیگه، ریمیک نیست. نه قیافش رو نگاه کنی. The Beloved Story. اینو بازی کرده بودی پارسا؟ DLC یکیشو Rebuild ریمیک PS5. میگه اونجا خیلی سخته، باید هر کدوم از گلوله‌ای که میزنی و بشموری. امیدوارم که از اون سلاح استفاده نکنی. Last of Us پارت 1 نمیدونم چرا پارت 1ش کردم. Also in development for PC. رو PC اون موقع نمیاد ولی دارن میسازن. Let's go. Yeah, we hadn't seen that yet. Yeah, you're watching it in real time. همینا جی الان 40 میلیون اسکار میفروشه پدرش. You did these performances you did a decade ago. You didn't go back in. I mean you used the original performance. تروی بیکر چی کار است اینجا؟ نه فکر کنم موشن کپچر چیزه. خیلی قوی شده. چون من لاست آف اس 2 رو دیده بودم موهاشو اینا رو پاراماجی خیلی خوب شده، خیلی خوب شده. وای خب ارشد لاست آف اس ریمسترد 720 بود دیگه رزولوشنش. ببین لاست آف اس اومد رو پلی استیشن تیری سگ بازی نکرد، هیچ خبری نداد. با PS4 ریمستردش اومد همه گفتن این چیه، این بازی چیه. 60 FPS بچه رو PS5 دوال سنس میگه ما میخواستیم که هم ببین الان نگاه کن چاقال بازی در نیاوردن بیان همون لاست آف اس 1 بدن واسه پی سی. گفتم ما دوست داشتیم که پی سی هم ریمیکش رو تجربه بکنن. نمیدونم که داره میگه دوست داشتم یکم ریفرش بکنم خاطراتمو در رابطه با کاری که داشتیم انجام میدیم. روی نسخه 1 ترو بیکر بازی نکرده اصلا گیمو. did such an amazing job on that original game. It's really when you play it, when you see it in motion, it's really night and day. ولی نمیدونم چرا من دوشو بیشتر از یکش دوست داشتم. تو یکیشو بیشتر دوست داشتی پارسا؟ یکیو بعد انتخاب کنی داشت، یکی یا دو. انتخاب وجود نداره. اسکول بگو کدومو بیشتر دوست داشتی؟ یه فکر بکن. نمیشه که. چون تو دو جول بیشتر بود. یکش جول بیشتر بود. خب دیگه جول بود یکو ترجیح میدم. ولی من دو رو بیشتر دوست داشتم. به نظرم حالا یاد من گیم پلیم قوی تر شده، به نظر من الی خیلی از جول قوی تر بود. چون میدونی از نسخه یکش هم بالز تیر زدن رو داشت، جول یکم چیز میکرد مثلا نگه میداشت یارو میگفت دستتو بذار رو سرت، دستتو بذار رو سرت، یارو حمله میکرد به جول.
جفتشون باشه تو دو. نه من دوشو بیشتر دوست داشتم. نمیدونستم مثلا اونجوری جویل میمیره ولی دوش که چیز بود خیلی خفن‌تر بود. All right, well, that is going to do it. Thanks to Naughty Dog and PlayStation for that very special look at The Last of Us and the entire franchise and where things are going. Very, very excited about that. All right, Summer Game Fest continues over the next few days. Coming up right now on this very stream is Day of the Dead with IM8. چند روز دیگه هم دوباره چیز داریم. Day of the Devs, later Devolver Digital, فردا نتفلیکس، اپیک و فلان و اینا. Shut the fuck up, shut the fuck up, motherfucker. From Two Star Games is quite literally من میخوام اینو ببینم. You and your little yellow train with its mounted machine gun and exquisite collection of bobbleheads face off into the demonic clown-faced train that is hell-bent on devouring human flesh. This is Choo Choo Charles. Hey, I'm Gavin. I'm the solo developer behind Two Star Games, and I'm currently making Choo Choo Charles. Choo Choo Charles داره این بازی رو میسازه. بچه‌ها نگاه کنید یارو تکی بازی ساخته آوردنش اینجا. بعد وقت فکر کن این پسر خاکزادو می آوردن گیم رو ساخته بود. فکر کنید. نه چرا نمیاد شرکت نمیکنه پول میخواد چون. It's an open world horror game where you navigate an island in an old train. آها آره دین 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 شلوار برگی سیگار چارلز اسمش چارلز هرچیا همونه. If you pump enough lead into his face, that'll probably encourage him to حاجی میگه اوپن ورلد مپ داره نگاه کن زمینم داره آتیش میزنه چقدر قشنگ. RPG یا علی باحاله رفت عجب آره عجب سگیه چه بازی خفنی. To explore the open world, looting abandoned areas and completing missions for the locals to gain powerful new weapons and scraps that you can use to upgrade your train's speed, armor and میگه میتونید قطارتون رو آپگرید بکنید نمیدونم سرعتش و you'll need to leave the relative safety of your train and venture out on foot. After collecting 3 heavily guarded gems from abandoned mines around the island, you'll place the gems on one of the shrines, angering Charles and drawing him to your location. آهان میگه بعد اینکه 3 تا از این چیزا رو تخم مرغا رو پیدا کردید میذاریدشون توی یه دونه معبد باعث میشه که چارلز بیاد به لوکیشن شما. خب داش کل بازی توضیح دادی که برام. عجب سگیه یارو. موسه یاروه تیر میزنه پرت میشه. Because it might be unwise to wander too far from your train. If you do encounter Charles while you're roaming around, it doesn't matter what you do now because you have truly angered the beast and you'll either escape with your life or see it flash before your eyes. حاجی بوقا چارلزو یا علی عجب سگیه یارو. وای من دیوونه میشم اینو بازی کنم. اشیا نگاه کن حرومزاده داره تول میده. Choo Choo Charles on Steam. خیلی قشنگ بود. I greatly appreciate it. It really does mean a lot. خوب بود آجی ولی نمیدونم چرا نه گیم پلی از رزیدنت ایول 4 نشون دادن. شاید میره یک شنبه یا دوشنبه برای خود کپکام نشون میده. الان این فقط سامر گیم فست بود که آقا بقیه اومدن نشون دادن. یه ایکس باکس و یه بتسدا هم میمونه. خفن ترین گیمی که دیدید امشب شما دوست دارید پلی بدید چی بود؟ اول تو بگو هرشی. قطار قاتل خوب بود. چی؟
کالیستو چیه؟ کالیستو پروتکل. آره تو چی پارسا؟ قطر. منم یعنی دست آف 1 نیست ها ریمیک. نه توش اون فرق داره. پارسا فاضل قطر قاتل. منم یه دونه کالیستو پروتکل رو دوست داشتم، یه دونم اون یکی بود امریکن آرکانیا 2 بعدیه بود. آرکیدیا. آره اون یکم اونو خوشم اومد با همین لستافاس 1 دیگه. آجی اصلا لستافاس برای من یه طرفه، بقیه گیم‌ها یه طرفه. و خیلی ممنون که بچه‌ها تماشا کردید. میبینم تو رفقا تا ویدیو بعدی مثل همیشه. خدافظ.